دوباره برای طارمی، یه فرصت خوب داره ساخته میشه. مهدی با این تو چه میکنه؟ مهدی طارمی توی دروازه تمام کار. ما رفتیم جام جهانی، ایران میره به روسیه. سلام جام جهانی، سلام روسیه، سلام مسکو، سلام سن پترزبورگ، ما اومدیم. پاس پشت مدافعین، فرصت برای ما، آفساید هم نیست. مهدی طارمی بزن، مهدی توی دروازه. گل اول برای ایران توسط مهدی طارمی به ثمر میرسه. ایران 1 عراق 0. ورزشگاه آزادی رو ببینید. بود ما به جام جهانی 2022 قطر. حالی مال ماست، ما شایستگی این خوشحالی رو داریم. سانتر از اوست، یا تاثیر و حالا این دوباره صحبت میلانه که در تهران رونمایی میشه ازش. بغض خالص، داستان تازه ای رو میشه به وسیله این چهره، یعنی مهدی طارمی.